نزدیک ساعت 12 است که اینجا هستیم. از ساعت 7:30 شروع کردیم، حالا ساعت 11:30. ولی این قدمی که دوستانم برداشتن امروز باعث شد که بیشتر از 10 نفر جرأت اومدن در این کوچه برای رفتن به این مرکز فساد و رأی دادن نشدند. کسی جرأت نمیکنه با بودن ما این مسیر رو طی کنه و بره رأی بده. ما با تمام دشواری هایی که اینجا نمیخوام اسمشون رو بیارم که با پ شروع میشه، چون اشخاص دور برم هستن و میشنون، این با تمام گرفتاری هایی که برامون ایجاد کردن، همین بودن ما اینجا، همین داشتن عکس اعلیحضرت و داشتن نب جمهوری اسلامی باعث شد که شکست بزرگی به این جمهوری اسلامیشون بدیم. پیروز باشید، ما موفقیم، دوران اینا تموم شده. زنده باد ایران و ایرانی.